عیسی شفا می‌دهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دعا میکنیم که خدا کسلی‌های ما و شما را شفا بدهد. دوستای عزیز، دفعه گذشته درباره تولد حضرت عیسی گپ زده بودیم که چه خیلی تولد وی با معجزه بود. ما چنین فهمیدیم که معجزه یعنی این بی‌پدر تولد شدن عیسی علیه السلام با خواست خدا بود. این اولین معجزه بود که در حیات عیسی رخ داد. بعداً معجزه‌ها در حیاتش بسیار بودند. یکی از آنها این شفا دادن او با خواست خدا با بیماران بود که در این باره در قرآن کریم سوره آل عمران آیت 49 چنین آمده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و ابرئ الاکمه والابرص، یعنی کور مادرزاد و پس را شفا می دهم. یکی از این نقل ها را از کتاب مقدس می آوریم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک روز در یک پشلق جلیل عیسی علیه السلام تعلیم می داد و در همونجا آدمای بسیار جمع شدگی بودند. قطعشان کتابدانا و شریعتدانا ای هر طرف آمده شیشتگی بودند و می دیدند که چه خیلی قوت و قدرت خدا با واسطه عیسی علیه السلام این کسلی ها را شفا می داد. یک چند کس یا مردک در جوگش برداشته آوردند. زور می زدند که پیش عیسی علیه السلام گذرانند. یگان راه نیافتند که پیش او گذرانند. آدم ها بسیار بودند. بعد کسلی را بالای بام برآورده بام خانه را کشودند. کسلی را به بند پیش عیسی میان خانه را فرآوردند. عیسی ایمان جوره های کسلی را دیده به کسلی گفت: گناه های تو بخشیده شد. کتابدانای شریعتدانا بین خود می گفتند: ای کیای گپی کفر میگه؟ هیچ کس غیر خدا گناه ها را بخشیده نمیتونه کو؟ عیسی فکر کتابدانا و شریعتدانا را فهمیده گفت: چی فکر اندیشه های بد میکنین؟ چی آسان ترای گفتن؟ گناهات بخشیده شد یا خیز راه بگرد؟ من شما دا گفته استم که من پسر آدم قدرت دارم در روی زمین گناه ها را ببخشم. و طرف کسلی گفت: با تو میگم خیز ایجاد جوگت گرفته به خانه‌ات بره. او مرد ایجاش خسته جوگش در دستش گرفته خدا را شکرگویان به خانه‌اش رفت. همه در حیرت مانده خدا را شکر میگفتند. با میگفتند که این روز چیزای بسیار عجایب دیدیم. برای که همه حادثه نقصتر در خاطرمان مانه، بار دیگر همه قصه را یادرس میشویم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک روز در یک پشلق جلیل عیسی علیه السلام تعلیم میداد و در همونجا آدمای بسیار جمع شدگی بودند. قطعشان کتابدانا و شریعتدانا ای هر طرف آمده شیشتگی بودند و می دیدند که چه خیلی قوت و قدرت خدا با واسطه عیسی علیه السلام این کسلی ها را شفا می داد. یک چند کس یا مردک در جوگش برداشته آوردند. زور می زدند که پیش عیسی علیه السلام گذرانند. یگان راه نیافتند که پیش او گذرانند. آدم ها بسیار بودند. بعد کسلی را بالای بام برآورده بام خانه را کشودند. کسلی را به بند پیش عیسی میان خانه را فرآوردند. عیسی ایمان جوره های کسلی را دیده به کسلی گفت: گناه های تو بخشیده شد. کتابدانای شریعتدانا بین خود می گفتند: ای کیای گپی کفر میگه؟ هیچ کس غیر خدا گناه ها را بخشیده نمیتونه کو؟ عیسی فکر کتابدانا و شریعتدانا را فهمیده گفت: چی فکر اندیشه های بد میکنین؟ چی آسان ترای گفتن؟ گناهات بخشیده شد یا خیز راه بگرد؟ من شما دا گفته استم که من پسر آدم قدرت دارم در روی زمین گناه ها را ببخشم. و طرف کسلی گفت: با تو میگم خیز ایجاد جوگت گرفته به خانه‌ات بره. او مرد ایجاش خسته جوگش در دستش گرفته خدا را شکرگویان به خانه‌اش رفت. همه در حیرت مانده خدا را شکر میگفتند. با میگفتند که این روز چیزای بسیار عجایب دیدیم.